یه نسیم تشبوری خنوکی هم میاد، دمای هوا هم گمون اومد 2 درجه یا 3 درجه از جهنم خنک‌تر بود، ولی قابل تحمله. خلاصه داشتم میگفتم خلاصه مناظره ها اینه که وضع اقتصاد خوب نیست، مسئولین از دست ما مردم شاکی، ناراحت، دلخورن. چرا ما مردم باعث میشیم که مسئولین از دست ما ناراحت باشه؟ تو هوای آزاد داری نفس میکشی بدون که پولی بدی، بدون که مالیاتی بدی. یعنی مسئولین نمیتونسته مثل مالیات بر خانه های خالی مالیات بر اکسیژن ببندن، خیلی راحت میتونستن، اما به خاطری که ما رو دوست داره، مردم رو دوست دارن، این کار نمیکنن. نفس میکشی تو هوای آزاد، پول نخی بدی، بعدم شاکیتی که مسئولین فلان مسئولین بمانه. چه بکنن؟ بدبختا تمام سعی و تلاش و کوشش اینه که ما به رفاه و آسایش